در این روستا غاری وجود دارد به نام ذوالهستیجان که ابراهیمی میگوید این سند را درون آن پیدا کرده. نیما آصفی با کمک برخی اهالی این روستا همچون مهدی و میثم رشیدی به تصویری از نسخه پهلوی میرسد که مشخص است به همین اسناد مربوط می شود و اصل آن دست یکی از اهالی دلیجان است. حالا دیگر مطمئن شدند که غار روستای هستیجان محل اصلی اسناد پهلوی است که آنها را حدود 1300 سال پیش درون آن گذاشتند. با تلاش آصفی و همکاری سعید اصغری پژوهشگر تاریخ و فرهنگ دلیجان، گروهی به سرپرستی اسماعیل شراحی باستانشناس برای بررسی وارد غار می شوند که در آن مهری ساسانی، یک سفال نوشته پهلوی و کیسه‌ای چرمی پیدا می کنند. پس وزارت میراث فرهنگی مجوز انجام کاوش را صادر می کند و گروه باستانشناسی به سرپرستی محمد رضا نعمتی وارد آن می شوند. مسیر غار سخت است و نیاز به حضور غارنوردان دارد. دهانه غار در ارتفاع 9 متری است و درون آن هم پوشیده از خاک خشک که با کوچکترین حرکتی گرد و خاک زیادی به پا می کند. سنگ‌های بزرگ سد راه هستند که باید برداشته شوند و خاک باید به دقت کاوش شود. در دهلیز شمالی غار بعد از 1.5